مقامات تاجیک اعلام کردند که ناحیه 5 از سیل زیاده از 12 میلیون سامانی ضرر دیده است. در 3 دهه 5 کمونیسم پیشقدم و سیلگاه شب 15 به 16 می در نتیجه باران شدید سیل آمد و خانه و زمین کشتی مردم را ویران کرد. از 5 خانه و انبار و عاقل و آشخانه مومن یوسفوف فقط همین دیوارهای بیبام ماندند و خلاص. از 15 خانه زیاد چپاشیدگی است. بسیار چپاشیدگی است. او بسیار کافی دیگه نقل می‌کنه. او کافی قریب در حالت صدمه‌ای چپاشیدگی است. او با 8 عضو خانواده‌اش اینجا میزیست. حالا بعد این حادثه کودکانش موقتا در خانه اقربایند. جای خوی گلکورا و کتاب دفتر شو. اما چی بود او؟ هم قیگن گرفتیم گلکورا ایدامی سیل کش کیم. در اینجا شرایط برای زیست نمانده است. در این دگدانها طبیعی است که دیگر نان پخته نمی شود. جمعه پذیرچی نیست دیگه همه چپاش. سیل همه چپا کرد. حکومت ضرری مومن یوسفوف را حساب کرده و وعده داد که کمکش میکند. اومدن نگاه کردن حساب کردن ضرر دیگه و همه چیزو نوشتن. چی کردن که همین نزدیک قطعی سر میکنیم. یاردم میکنیم. حالا مقامات پیوسته به دهه سیلگاه مواد غذا میارند. ما همین کارگرای رادیو آزادی تشکر زیاد میکنیم. همین خلق همین محله ما همش که همین دادی ما را رسوندن و همه چی. گلی جان رسولووا آن روز با 4 فرزند در خانه‌اش در محاصره سیل ماند. امید به معجزه داشت و خلاص. سیل از خانه و زمین این را باقی ماند. سید مدثر لطیفوف را سیل به خانمان کرد. آنچه از کاشانه و غذاخانه او مانده است همین است. میگوید خیریت دستی صدقه دهنده است. به افطار نمیمانند. صاحب منصب و بعضی آدمایی که شرایط زندگی خوب دارن میگن که مثلا صدقه افطار من میکنم امشب برای همه مردم افطار. 21 روز است که در این حوله برای ضرر دیدگان خوراک میپزند. برای همه خلق آدمایی هستن خونه و چپا شده از چاق تندر ندارن. نمیده خیر اینجا میپزه میان میگیرن میبرن. خانه حیدری محمد است. او را در این ده همچو حافظ میشناسند. بیا بچه نون بری. آشخانه‌شون کار نمیکنه برای خوراک پزند. و هم تصمیم گرفتیم که اقلا چیزی که از دست ما بیاد ما خوراک پزیم. هر روز برای تهیه غذا تا 1500 سامانی خرج می شود. از یک دست صدا نمیبرد. چنانه که میگویند اگر من تنها می بودم حتما ظلمم نمیرسید. به حیدری محمد همسینفان و همسایه ها کمک میکنند. گاه شخصانی سخاوتمند خرج خوراک را میدهند. در عکس حال همه از حساب حیدری محمد است. من فکر میکنم که خداوند اگر از ما رضا باشند بنداش حتما رضا هستند. هر کی نیازمند است با فرا رسیدن وقت افطار در خانه حیدری محمد می آید. با طبقهای خود از اینجا آش میبرند و دعای زیاده در حق خیرخواهان باقی میگذارند. حیات هست پیغمبر